سلام دوستای قشنگم، امیدوارم حالتون خوب باشه. الان که فصل بهار و سیر فراوونه، گفتم آموزش سیر ترشی خونگی بذارم. امیدوارم براتون مفید باشه. بریم برای طرز تهیه‌اش. برای درست کردن سیر ترشی خونگی نیاز داریم به سرکه قرمز یا سرکه سفید یا سرکه سیب که خودم به شخصه سرکه قرمز رو بیشتر دوست دارم. رنگ خیلی خوبی به سیر ترشی میده. سیر نیمه خشک که ساقه و انتهای سیر رو جدا میکنیم، پوستش رو میکنیم تا به این شکل در بیاد، اما دونه ها از هم دیگه جدا نشن. یه شیشه تمیز و خشک و به اندازه 1 تا 2 قاشق نمک. حالا بریم برای ادامهش. سیرا رو خیلی منظم داخل شیشه میچینیم. بعضیا برای سیر ترشی از شیره خرما یا نبات هم استفاده میکنن. من خودم سادهش رو بیشتر دوست دارم، یعنی فقط دوست دارم سرکه و نمک و خود سیر باشه. حالا سلیقه‌ایه، میتونید خودتون اگه دوست داشتید اضافه کنید. بعد از اینکه خیلی خوب چیدیم به این صورت 1 قاشق نمکمون رو اضافه میکنیم و سرکه رو روی سیرا میریزیم تا حدی که سرکه تا روی سیر باید بیاد. یه مقدار دیگه اضافه میکنم. خب یه مقدار شیشه رو تکون بدی تا هواگیری بشه که این سرکه به خورد سیر بره. در سیر ترشی رو میبندیم، یه جای تاریک و خنک قرارش میدیم. بعد از چند روز بهش سر میزنیم. اگر سرکش کم شد بهش سرکه اضافه میکنیم. این ترشی بعد از 6 ماه حاضر میشه. این هم سیر ترشی که من با سرکه سفید گذاشتم. سیر ترشی کنار غذای گیلانی خیلی میچسبه. میرزا قاسمی، باقالی قاتق، ترشه تره. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید، درستش کنید و کنار خانواده لذت ببرید.